الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. به امید قبولی اطاعت همه ما و شما حضار محترم، برادران و خواهران ایمانی عزیز، و همچنین به امید قبولی طاعات و عبادات همه برادران و خواهران عزیز ایمانیمون که در ادنا و اقصا نقاط دنیا توفیق حضور در چنین شب‌هایی که شب‌های احیا و زنده‌داری، اون هم برای عبودیت و بندگی خداوند، در این 10 شب پایانی رمضان توفیق عبودیت و بندگی خدا در هر کجا که هستن دارن. امیدوارم که خداوند بر همه حضار محترم و همه اون عزیزانی که این برنامه رو مشاهده میکنن و میبینن، خداوند مزید توفیق برای مزید بندگی و حسن الخاتمه در همه امور و شؤون زندگی عنایت بفرماید. و این چند شب و چند روز پایانی ماه مبارک رمضان حسن الخاتمه‌ای در پرونده اعمال و نیکی‌های ما باشد که در همین شب‌ها زندگی ما و شما و همه برادران و خواهرانمون به سوی خدا رقم بخورد و تحول شگرف و عظیم، تحول ایمانی و معنوی در ما و شما و خانواده ما و شما ایجاد بشود. بگید آمین. پیامبر صلی الله علیه وسلم تأکید میکنن بر جستجوی شب قدر در 10 شب پایانی رمضان و شبی رو مشخص نمیکنه که تلاش انسان منحصر به اون شب باشه. میگه در 10 شب آخر، در شب‌های وتر دنبالش بگردید، یعنی این 10 شب رو احیا بکنید. خداوند سوره‌ای رو در قرآن نازل فرموده در این سیاق، در این رابطه، معروف هست به سوره قدر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر اما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. خداوند این سوره رو در رابطه با شب قدر نازل کرده و عبادت هست مثل سایر سوره های قرآن که در نمازها خونده بشه. نماز بدون تلاوت قرآن نمازی نخواهد بود. پنج تا فضیلت در این سوره در رابطه با شب قدر بیان شده. اول اینکه قرآن در این شب نازل شده و این فضیلتی است برای این شب. دوم اینکه عبادت در شب قدر بهتر از 1000 ماه است. بعضی عزیزان اشتباه میکنن، میگن معادل 1000 ماه. نه، معادل 1000 ماه نه، بیشتر از 1000 ماه، چون خداوند گفته خیرون. خیر به معنی افضلیت اینجا.
ما خوب داریم و خوبتر داریم. اینجا خداوند میگه لیلة القدر خیرون، بهتر از 1000 ماه هست، پس معادلش نیست. این دو تا فضیلت برای این شب. فضیلت سوم، تنزل الملائکه و الروح فیها، تمامی فرشتگان خداوندی سقف‌های آسمانو براشون شکفته میشه، میشکفن، همراه با فرمانده کل فرشتگان که جبرئیل امین باشه سرازیر چه زمین میشن، موجودات نورانی که سلام بکنن بر بندگان خدا تو مساجد، تو خانه ها، تو حلقه های قرآن. این 3 تا فضیلت. چهارم سلام، اون شب آرامش، امنیته. پنجم هی حتی مطلع الفجر، تا بعد از نماز صبح این شب ادامه داره و این امنیت و آرامش وجود داره. قبلا هم گفتم، همه تونم حضور ذهن دارید الحمدلله، که ماه مبارک رمضان یک فرصت استثنایی است. چند چیز در این ماه خیلی اهمیت داره. یکی نماز هست، فرائض، نوافل، قبلیه، بعدیه، سنت‌های مقید، مطلق. نماز قیام که بعد از عشا شروع میشه تا قبل از اذان صبح ادامه داره، هر کسی به اندازه توفیقش. تراویح قیامه، تهجد هم قیامه، نماز شب هم قیامه. همه اینها اسمهای متعدد برای یک مسماست، قیام. هر کسی به اندازه استطاعتش، یکی 1 سلام میخونه، یکی 2 سلام میخونه، یکی 3 سلام میخونه، یکی 10 رکعت میخونه. مهم که این شبها رو داشته باشه. و بهترین تلاوت قرآن در نماز در نیمه های شب، زمانی که خداوند نازل میشه بر آسمان دنیا، اون نزولی که شایسته و زیبنده خودشه، ما کیفیتش رو نمیدونیم. در 1/3 باقی مانده شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در بام دوست پرواز کنن. هر جا که دری بود به شب در بندن، الا در دوست را که شب باز کنن. نزدیکترین قوم و خویشت هم شب که شد بعد از عشا در خونش قفل میزنه دیگه، ولی اون زنگم بهت بزنید، دزدم بهت برخورد بکنه، تلفونت جواب نمیده شب، ولی اون ساعت و زمان و پست و مقام تو بندگانش و تفاوت‌هایی که خودش قرار داده تو بندگانش مانع نمیشه. مهم کرامت انسانی است و خواستن هست، تو بخوای که با اون ارتباط برقرار بود. پس قیام از بعد از نماز عشا تو رمضان شروع میشه و هر شبی طول سال. اما این موسم ویژه هست، خدا ویژه قرارش داده. ما موسم‌های ویژه داریم و اماکن ویژه داریم که ثواب و فضیلت و حسنات درش افزایش داده میشه. چیز طبیعیه. شما که بازاری هستید، تو بازارم تو تعطیلات نوروز مشتری بیشتری دارید، فصل کار کاسبیه، دم عید فطر و عید قربان دیگه کارتون به اوج، همه میخوان لباس عیده بخرن. مناسبت های عروسی ها و جشن ها
قطعا فروشتون بیشتره. بالاخره این موسم ها تو مسائل مادی هست. ما بازار معنویات داریم، بازار مادیات داریم و موسم ها تو هر دوتاشون سرایت دارن. بعضی از عزیزان میگن نه ما مسلمان رمضانی نباشیم. این حرف درستیه، اما اینا حالیشون نیست که بابا طبیعی خدا خواسته که تو رمضان تو بیشتر عبادت بکنی. پیامبرم در غیر رمضان عبادت میکرد که پاش ورم میکرد تو نماز قیام. عایشه بهش میگفت که خدا گناه قبل و بعد تو خدا بخشیده رضی الله عنهما. یک کمی به خودت آوانتاژ بده، تخفیف بده. بعد در جواب همسرش گفت که ای زن تو دوست نداری شوهرت بنده شاکری برای ربش باشه؟ عایشه سکوت کرد، گفت بله. خیلی وقتا انسان حسرت یک حسدی میخوره، خصوصا امروز که مرگای ناگهانی خیلی زیاده، سکته ها و تصادفات و فرصت همه چیز از انسان میگیره. مرگ ناگهانی خیلی خطرناکه چون انسان رو غافلگیر میکنه. پیامبر در طول سال عالی بود، تو رمضان که وارد میشد دیگه عالی تر میشد. تو 10 شب آخر که میرسید دیگه چه، نه خودش میخوابید نه اجازه میداد اون 10 شب کسی تو مدینه بخوابه. همه رو بیدار میکرد، خانواده رو بیدار میکرد. یه خیمه میزد تو گوشه مسجد اعتکاف میکرد. تو بعضی روایت آمده که تو سالی که پیامبر به رفیق اعلی پیوست 20 روز اعتکاف کرد و جبرائیل تو اون سال 2 بار قرآن با پیامبر ختم کرد و مرور کرد. رمضان که هر سال تکرار میشه، ولی تکرار ما و شما حتی فردا شبش هم چه نماز صبحش هم تضمینی نیست. واقعا فرصتی است. میگم تو 10 شب آخر اونقدر سخاوتمند میشد پیامبر صلی الله، میگه سخاوتمند نبود. ولی این توصیف پیامبر صلی الله علیه و سلم در طول زندگی، در روزهای اول رمضان و در 10 شب و 10 روز آخر رمضان دیگه کمر جد می‌بست، آستین همت بالا میزد و به اعتکاف مینشست. میگم گوشه از مسجد اعتکاف میکرد، خلوت میکرد، تو خونه نمیرفت، فارغ برای عبادت، برای مناجات. من دوست ندارم که وقت شما رو با صحبت بگیرم، چون این شبها 3 چیز مهمه. یکی نماز، 2 تلاوت زیبای کلام رب العالمین. تو این نماز، تو این دل شب. و 3 دعاست، استغفار و دعا. ولی این چند کلمه که میگم به خاطری که انگیزه ها تقویت بشه، به خاطر اینکه انسان وقتی کاری رو انجام میده بر اساس معرفت و شناخت و علم و آگاهی باشه تأثیرش بیشتره. خیلی نمیخواد دیگه خودتو خسته بکنید. علم و آگاهی خیلی وقتا تو اینقدر زحمت میکشید، تلاش میکنید، ولی خلاف برنامه هست، خلاف علمه. پس این موسم بازار آخرته. بزرگترین فضیلت این شب این که قرآن درش نازل شده. 114 تا سوره، 6600 تا آیه،
323,671 حرف. اجازه بده به خداوند زمین دلت که بی نهایت پهناوره در اختیار رب العزت و الجلال قرار بده، در اختیار خالقش قرار بده. این زمین دلت خیلی پهناوره، ساحل نداره. این دلتو در اختیار خالقش قرار بده. این زمین پهناور دلت در اختیار خالق قرار بده. میدونی اگر این زمین دلتو در اختیار خالقت قرار دادی، ربت، چی میشه؟ همش بوته های گل میکاره تو زمین پهناور دلت و دلت میشه بوستان و گلستانی از گلهای خوشبو، خوشرنگ و معطر. 323,671 بوته گل تو زمین دلت میکاره. کل وجود تبدیل به گلستان میشه. کل وجودت معطر و خوشبو و خوشرنگ میشه. یه ختم قرآن در غیر از رمضان 3,236,710 حسنه داره. هر حرفی ضرب در 10 بکن، هر حسنه‌ای به 10 حسنه. اما این 10 تا رو بیار تو چه شب قدره. هر حرف قرآن معادل 84 سال، 83 سال و 4 ماه، ببخشید بیشتر از 83 سال و 4 ماه. یعنی یک حرف قرآن در غیر از رمضان بخونید، در دهه اول رمضان بخونید، هر حرفی به 10 تا حسنه. در غیر رمضان. ولی همون یک حرف تو شب قدر اگه نصیبت بشه چی میشه؟ از قرآن خواندن به مدت 83 سال و 4 ماه اگه طول شب و روز بخونید، ثواب اون یک آیه و یک حرف بیشتره. دلت در اختیار الله بگذار. اجازه بده تا کلام رب العالمین تو اعماق نفوذ بکنه. اجازه به صاحب این دلت که اللهه، این دل تو قفسه سینت گذاشته، بهش اجازه بده تا هر کاری میخواد با دل تو انجام بده. هم دل مال خودشه، هم تو بنده خدایید. پس چرا به خدا اجازه نمیدید؟ اگر اجازه به شیطان دادید که با دلت هر کاری میخواد بکنه، بیچاره و بدبختت میکنه. دل تو اولین کاری که میکنه از ایمان به رب العالمین و توحید و عقیده توهی میکنه. تو رو مفلس و فقیر و بیچیز و حقیرت میکنه. اجازه بدید تا در زمین دلت خداوند گل بکاره. الله باغبان دلت باشه. اگه الله باغبان شد، کل وجود تو بوته های گل میکاره. انا انزلناه فی لیلة القدر. خدا نصیب بکنه. یعنی شما آمدید که التماسش بکنید. التماس کس ناکس میکنیم به خاطر یه لقمه نان. قسم ناحق میخوریم که 2 تومن روی یک پوشاکی، روی یک جنسی از مشتری بیشتر بگیریم. فکر میکنیم که تاجر میشیم. چرا التماس خدا نمی کنی؟ این شبها شبهای التماسه، شبهای راز و نیازه، شبهای تخلیه شدنه. اگه تو حاضر شدید، برای اون عزیزی که حاضر نشده دعا بکن. برای همه جوانا دعا بکن. نه تنها برای دوستانت، بلکه اونایی که مخالفتن هم براشون دعا بکن. برای علما، برای حکام، برای کفار، برای دشمنان خدا هدایت نصیب همه بکنه. اگه برای خودت و خانواده و دوست خصوصی دعا بکنه، این هنر نیست.
عمر شمشیر کشیده بود که گردن پیامبر رو بره بزنه تو کوچه های مکه. چشمش خون شده بود، از کاسه در آمده بود، رگ گردنش ورم کرده بود، ولی پیامبر تو سجده دعا میکرد خدایا اسلام را عزت ببخش با هدایت یکی از این دوتا عمرها. دعا رو دست کم نگیرید. خب وقت تمومه، یه سلام دیگه مونده، وترم مونده، دعا هم مونده. به همین قدر بسنده میکنم. اگه حیاتی باقی مون شاید فردا شبم در خدمتتون باشم. موفق و مؤید و سربلند باشید.